اگه میخوای 30 میلیارد تومان جایزه ببری پاتو از این دایره بیرون نذار. مستر بیست سلطان یوتیوب دنیاست که سرش درد میکنه واسه چالش‌های عجیب و غریب. مثلا یکی از تو مخی ترین چالش‌هایی که انجام داده اینه که یه دایره بزرگ وسط ناکجا آباد کشیده و گفته 30 میلیارد تومان جایزه کسیه که 100 روز تو دایره دوام بیاره و پاشو ازش بیرون نذاره. خلاصه که یکی از طرفداراش مبلغو که دیده حسابی وسوسه شد و تو چالش شرکت کرده. مستر بیست هم یه خونه و یه کم غذا براش گذاشته، البته به شرط اینکه غذاشو تا 100مین روز جیره بندی کنه، چون اگه از گشنگی بمیره دیگه نه خبری از جایزه است نه غذا. شاید فکر کنید کاری نداره، ولی باورت نمیشه مستر بیست یزید تو این 100 روز نذاشته آب خوش از گلوی بدبخت بره پایین. موبایل و تلویزیونو که کلا ممنوع کرده، گفته شب تا صبح هم بالا سرش تبل و شیپور بزن تا نتونه بخوابه. بعد از 50 روز هم خونه بدبخت از وسط نصف کرده و شیشه‌های خونه رو شیکونده واسه اینکه اذیتش کنه. دور خونه‌ش هم ترقه بازی رو انداخته و خلاصه تا جایی که میتونسته رفته رو مخش تا مرد گنده رو با این همه ریش و پشم